سلام بر دوستان و یاران. 2 روز مانده به پایان جهان تازه فهمید که هیچ زندگی نکرده است. تقویمش پر شده بود و تنها 2 روز خط نخورده باقی بود. پریشان شد و آشفته و عصبانی نزد خدا رفت تا روزهای بیشتری از خدا بگیرد. داد زد و بد بیراه گفت، جیغ زد و جار جنجال راه انداخت. خدا سکوت کرد. آسمان و زمین را به هم ریخت. خدا سکوت کرد. به پر و پای فرشته ها و انسان پیچید. خدا سکوت کرد. کفر گفت و حرمت شکست. خدا سکوت کرد. دلش گرفت و گریست و به سجده افتاد. خدا سکوتش را شکست و گفت، عزیزم، اما 1 روز دیگر هم رفت. تمام روز را به بد و بیراه و جار و جنجال از دست دادی. تنها 1 روز دیگر باقی است. بیا و لااقل این 1 روز را زندگی کن. لابلای حقیقش گفت، اما با 1 روز چیکار می شود کرد؟ خدا گفت، آن کس که لذت 1 روز زیستن را تجربه کند گویی 1000 سال زیسته است و آنکه امروزش را در نمی یابد 1000 سال هم به کارش نمی آید. آنگاه سهم 1 روز زندگی را در دستانش ریخت و گفت، حالا برو و زندگی کن. او مات و مبهوت به زندگی نگاه کرد که در گودی دستانش می درخشید. اما می ترسید حرکت کند. می ترسید راه برود و می ترسید زندگی از لابلای انگشتانش بریزد. قد ایستاد. بعد با خودش گفت، وقتی فردایی ندارم نگه داشتن این زندگی چه فایده ای دارد؟ بگذار این 1 مشت زندگی را مصرف کنم. آن وقت شروع به دویدن کرد. زندگی را به سر و رویش پاشید. زندگی را نوشید و زندگی را بویید. چنان به وجد آمد که دید میتواند تا ته دنیا بدود. میتواند بال بزند. میتواند پا روی خورشید بگذارد. میتواند. او در آن 1 روز آسمان خراشی بنا نکرد. زمینی را مالک نشد. مقامی را به دست نیاورد. اما در همان 1 روز دست بر پوست درختی کشید. روی چمن خوابید. کفش دوزکی را تماشا کرد. سرش را بالا گرفت و ابرها را دید و با آنهایی که او را نمی‌شناختند سلام کرد و برای آنها که دوستش نداشتند از ته دل دعا کرد. او همان 1 روز آشتی کرد و خندید و سبک شد. لذت برد و سرشار شد و بخشید. عاشق شد، عبور کرد و تمام شد. او در همان 1 روز زندگی کرد. اما فرشته ها در تقویم خدا نوشتند، امروز کسی درگذشت که 1000 سال زیسته بود. پاینده باشد.